ایمپلنت دیجیتال چیه؟ امروزه خیلی در مورد ایمپلنت دیجیتال صحبت میشه. گفتم که توی ویدیو کوتاهی تفاوتش رو با ایمپلنت معمولی و جراحی بهتون بگم. تو حالت عادی که شما میخوای ایمپلنت انجام بدین، میری یه عکس رنگی میگیری، میبری نشون دندان پزشکت میدی، نگاه میکنه، میبینه که شما میتونی جراحی بکنی یا نه. اگه استخوان داشته باشه، ارتفاع و عرض استخوانت خوب باشه که برای جراحی انجام میده. تفاوتش با دیجیتال چیه؟ شما که عکس رو گرفتی، میری پیش دندان پزشکت نشون میدی، بعد ایشون از فکتون یه اسکن میگیره، بعد بر اساس اون عکس رنگی هم که گرفتیم براتون یه گاید طراحی میکنه. گاید چیه؟ یه وسیله که بسته میشه داخل دهنتون و اون موقعیت ایمپلنت که قراره برای شما جراحی بشه رو نشون میده که انواع مختلفی داره که حالا خارج از بحثه. بعد این گایده میاد قطر و ارتفاع و زاویه ایمپلنت که قراره برای شما جراحی بشه رو نشون میده. به این میگن جراحی دیجیتال. در همین حد اگه جراح شما مهارت کافی برای این کار رو داشته باشه، مثل 50 سال گذشته که همه جراحا به این مهارت رسیده بودن، داشتن همینطوری بدون مثلا این گایدها جراحی میکردن و صرفا این که مثلا از این موضوع دارن تبلیغات میکنن که مثلا 2 برابر 3 برابر هزینه جراحی رو بالا ببرن، به نظر من چیز نامعقولیه. همون معقولش فقط هزینه اون گاردی که درست میشه، بیشتر از اون یعنی تفاوتی ایجاد نمیکنه. درسته کیفیتش اگه درست اجرا بشه خیلی بهتره، ولی این که ما بگیم صرفا چون که دیجیتاله و خیلی بهتره مثلا ایمپلنت های معمولی، نه اینطور نیست. خیلی از ایمپلنت های دیجیتال هم میتونه که فیل بشه، یعنی صرف این که دیجیتاله اینطور نیستش که دیگه این خداست و هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. و اینکه یه مزیت دیگه ای که داره، ما میتونیم برای ایمپلنت هایی که دیجیتالن همون جلسه قبل این که حتی جراحی کنیم براشون پروتزشون رو درست کنیم. این هم یه مزیت خوبیه که حالا توی ایمپلنت جراحی معمولی هم میشه، یکم سخت‌تره و صرفا مثلا 10-20% به نظر من خیلی تفاوت داره. این که مثلا 3-4 برابر هزینه جراحی رو بالا میبرن یه چیز نامعقولیه.